نونر امریکا یل سوریه توم باراک ایرو نویسک دریج بلاف کرد تده بحثا جوینا ترامپ شرع کرد و همجی او جوینا سیالی یاد نورا وزیر کار درو یه ترکیه امریکا و حکومتا و گوهزده. توم باراک اشکره دکه که دما پیش ده و خبات لسر انتگراسیونا هزن سوریا دموکراتیک یا دواره آبوری بروانی و سویل ده ورکرن اروکی رادگینه کجنها و شونده و شام آلیکاری آوان دشر لدجی داعش همجی تفجر حماس حزب الله و سپای پازدارین ایرانی بکه. توم باراک بحثا جوینا ترامپ شرع کرد و آگاهی گرینگ دان. اشکره کرد که جوینا سیالی یا فیدان روبیو شیبانی ده وان پیواجویا چارچوبه امریکی ترکیه و سوریایی ده خیز کرد لگور باراک انتگراسیون هیزن سوریا دموکراتیک ده سازومانی آبوری بروانی و سویل آل سوریه آنو ده و همجی بگراندنا تکلین ترکیه اسرائیل و سوریه نقاش کرنه. بارا گود کو دجنها و شونده شام آلیکاری شر داعش حماس سپای پازداران و حزب الله بکه و ده به هفکاره کی خبات جهانی یا پیکانینا آشتیه. توم باراک گود کو قناغا دن داینا درفته که با سوریه و بداوی کرنا جزاین قیصر برنگه کی گشتیه. اروکی بانگ لکنگرس کرد کو جزاین راکه دا کو حکومت آنو یا سوریه به حزب